محققان سازمان شفافیت بین الملل یا ترانسپرنسی اینترنشنال میگویند که فساد یا کروپسیا در تاجیکستان رسم شده است. این سازمان در یک رده‌بندی که هر سال در میان کشورهای جهان برپا می‌کند از 100 خال یا معیار آزاد بودن کشور از فساد به تاجیکستان 24 خال داده است. این همه چی معنا دارد و خلاصه های شفافیت بین الملل بر پایه چه اساس یافته است؟ پاسخ این سوال را از آلتینای میرزابکووا مشاور منطقه‌ای ترانسپرنسی اینترنشنال پرسیدیم. اگر به شاخص فساد در تاجیکستان نگاه کنیم می‌بینیم که در این کشور متاسفانه هیچ پیشرفتی مشاهده نمی‌شود. نشاندادهای تاجیکستان از نظر فسادزدگی بدتر شدند. امسال 24 خال دارد و این یک خال کمتر در قیاس با سال گذشته است. 24 خال در شاخص فساد خیلی نشاندادی پست است و بیانگر آن است که کروپسیا خصوصیت عمیق و نهادی کسب کرده است. این بیانگر تقویت خودکامگی در کشور در سالهای آخر است. یک شرط مهم دیگر به باور آلتینای میرزابکووا جلب خبرنگاران و فعالان در افشای حالتهای کروپسیونی و پیشگیری از محدود شدن آزادی بیان می باشد. حکومت حمله به ژورنالیستان و فعالان را ادامه می دهد. یعنی برای ژورنالیستان مستقل و فعالان شرایط نیست که ضد کروپسیا مبارزه برند یا کاری بیشتری دیگری انجام دهند. سوال دیگری ما از آلتینای میرزابکووا این بود که آیا شفافیت بین الملل به حکومت تاجیکستان مشورت‌هایی برای مبارزه با فساد مالی دارد؟ بسیار مهم است که در کشور نظام تقسیم قدرت در بین شاخه‌های حکومت رعایت شود. حکومت باید به شهروندانش سری وقت گزارش دهد که پولهای دولت به کدام هدف‌ها صرف شدند تا که شفافیت خراجات بودجه تامین شود. اینچنین در سطح‌های مختلف قدرت باید برخوردی منفعت‌ها آشکار شود و برای پیشگیری از برخوردی منفعت‌ها مکانیزم معین وجود داشته باشد. اینچنین خیلی مهم است که حکومت به کار ژورنالیستان و فعالان مستقل در مبارزه با کروپسیا مانع نشود و آنها را به این کار جلب کند و آزادی بیان را تامین نماید. رادیوی آزادی برای گرفتن شرح مقامات به آژانس ضد کروپسیای تاجیکستان مراجعت کرد، ولی تا زمان نشر گزارش پاسخ این نهاد دسترس نشد. مقامات تاجیکستان در گذشته وجود فساد مالی را در کشور رد نکرده، ولی تصویر سازمان‌های بین المللی را واهمه نامیدند. آژانس ضد فساد همواره برای دستگیر نکردن منصبداران بلندپایه در پیوند به حالت‌های رشوه‌ستانی تنقید می‌شود. این نهاد بیشتر درباره بازداشت آموزگاران و پزشکان و کارمندان زینه‌های پایین وزارت و کمیته‌های دولتی گزارش می‌دهد.